آیا دختر دادن به شیعه درست است؟ نه خیر، نباید این کار انجام بدین. خصوصا شیعه های زمان، من کلیپ دیگری در این مورد دارم که 3 حالت دارن. یک دست شیعه ها کلا بیدین شدن، دین رو رها کردن، کاملا بیدین هستن، کافر هستن، یعنی دین اصلا قبول، شیعه هم نیستن، مثلا ملحد لایک شدن. امروز در ایران ما خیلی همچین افراد زیاد داریم. و یک دست شیعه ها هستن که اینها بلمو عقیده خود هستن و همون چیزی که در کتابهایشان هست قبول دارن، همون خرافات، توهین به زنان پیامبر، توهین به اصحاب پیامبر، که در این صورت 100% از اینا باید دوری بکنید. یک عده کسایی هستن که خواب برده اصلا، نه به قصه دین هستن، نه به قصه هیچی، دین فقط شاید نماز بخونن و بعضی کارهای دینداری، اما به همون روشی که میراثی برایشان مانده. اینها از دیگران کمی شسته‌تر و بهتر هستند که خیلی دچار اون خرافات و اینها نیستند، اما در مجموع دختر دادن پسندیده نیست و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند علیک بذات دین، وقتی بخوای با کسی ازدواج کنی ذات دین را بگیر.